سلام به دوستان عزیز در لرن توگیدر. امروز قراره با هم فلکس باکس در CSS رو یاد بگیریم. یه روش خیلی ساده و قوی برای چیدمان عناصر در وب. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب من برای شروع اول یه دونه دیو تشکیل میدم تا بتونیم روی اون موارد فلکس رو امتحان کنیم. خب اینجا یه دونه دیو تشکیل میدیم، داخلش 3 تا دیو دیگه تشکیل میدیم که بشن موارد ما. بعد میایم توی بخش هدرمون استایل بدیم. من چون میخوام سریع دید داشته باشیم از این روش استایل دادن استفاده میکنم. اول به دیومون یه کلاس میدیم، کلاس کانتینر، و بعد خب اول اینکه زمانی که میخوایم از فلکس و کلا از فلکس بخوایم استفاده کنیم باید در ابتدای کار دیسپلیمون رو فلکس قرار بدیم. الان چیزی که ما داریم. برای اینکه اینو اول دید بهتری داشته باشیم به اجزا، من میام بهشون به خود دیو هامون یه دونه ویدث 50 پیکسل و همچنین یه دونه بک‌گراند هم بهش میدیم که رنگش متفاوت باشه، راحت تر دیده بشه. خب حالا بریم سراغ مورد اول، جاستیفای کانتنت. اما قبلش برای اینکه ما یه ذره دیدمون بهتر باشه و به این شکل نباشه، میایم یه دونه تکست الاین میدیم، سنتر قرارش میدیم و اینکه یه فاصله بین مواردمون میدیم. من 5 پیکسل داشت. خب الان بهتر شد. خب مورد اولی که من میخوام بهتون بگم جاستیفای کانتنت که مشخص میکنه آیتم های ما روی محور اصلیمون چطوری چیده بشن. که محور اصلی ما دیفالتش چیه؟ همون خط افقی ماه. یعنی مشخص میکنه که روی خط افقی ما آیتم ها چطوری قرار بگیرن. پس وقتی ما میایم اینجا جاستیفای کانتنت مینویسیم چند تا مورد به ما نمایش میدن. اگه ما اینو فلکس استارت قرار بدیم، همطور که میبینیم اول خط قرار گرفته، یعنی سمت چپ، چون زبان HTML انگلیسیه، شروع خط از سمت چپه. اما اگه ما فلکس اند قرار بدیم میبینیم که آیتم های ما به سمت راست میرن. اگه بیایم اونا رو سنتر قرار بدیم، همونجوری که از اسمش مشخصه، آیتم های ما وسط چین میشن. و دو تا مورد دیگه که خیلی مهمه، اسپیس بیتوین، که میاد چیکار میکنه؟ میاد یه فاصله مشخصی بین همه آیتم های ما قرار میده. و فرقش با اسپیس اراوند چیه؟ این که ما توی اسپیس اراوند اول و آخر خطمون یه فاصله ای داریم، در صورتی که توی اسپیس بیتوین اینو نداشتیم. آیتم ها میچسبیدن به سر و ته خط.
خب یه نکته سریع قبل از اینکه بریم سراغ بخشی بهتون بگم، این جاستیفای کانتنت توی طراحی واقعی سایت ها خیلی کاربرد داره، مخصوصا وقتی میخوایم هدر سایت رو بچینیم، مثل دکمه ها و لوگو یا منو که به سمت چپ، وسط یا راست هدر مرتب میکنه. بدون که بخوایم مارجین یا پدینگ اضافی بدیم ممکنه این کار راحت انجام بدیم. الان اینجا ببینید من یه سایت خرید واسهتون آوردم. نگاه کنین توی هدرش مثلا این سمت لاگین و ساین اپ رو نمایش داده. این الان این بخش بالای هدر سایتشو از جاستیفای بیتوین استفاده کرده و یه مارجین کوچیک به چپ و راستش داده. یا همین بخش پایین بین این نوار جستجو دکمه خرید و لوگوشون از جاستیفای بیتوین استفاده کرده با مارجین اطرافشون. میرسیم به بخش بعدیمون الاین آیتمز که میاد به ما میگه که آیتمای ما مشخص میکنه آیتمای ما روی محور عمود بر محور اصلیمون چطور قرار میگیرن. ما گفتیم که محور اصلیمون به صورت پیش‌فرض چیه؟ افقیه. پس وقتی محور عمود بشه بهش همون محور عمودی ما در نظر گرفته میشه. یعنی الان برای ما مشخص میکنه که توی محور عمودی ما روی کدوم بخشش قرار بگیره. خب ما الان الاین آیتمز رو می‌نویسیم. چند مورد اولش مثل فلکس استارت دقیقاً شبیه به اون عمل میکنه. الان باید بالای صفحه قرار بگیره. یا فلکس اند باید بیاد پایین صفحه ما قرار بگیره که نمیاد. به خاطر اینکه ما اومدیم عرض و طول دادیم بهش، میاد همون رو در نظر میگیره و بیشترش در نظر نمیگیره و این نمایش داده نمیشه. پس ما میایم یه دونه به خود کانتینرمون صد VH به معنی کل عرض صفحه ما، ویوپورت ما، و دیدیم که اومد پایین. پس ما حتما این یکی از مشکلاییه که خیلی ممکنه واسهتون پیش بیاد و بهش توجه نکنید. وقتی شما به خود دیواتون بیت و های میدین، همون رو پیش‌فرض در نظر میگیره و دیگه اعمال نمیشه، درست نمایش داده نمیشه. پس اینو باید همیشه به کانتینرتون بدین. این یه نکته. و اینکه خب موارد دیگه‌اش چی بود؟ سنتر که خب قاعدتاً میاد وسط صفحه. و حالا یه نکته دیگه، اگه ما بیایم جاستیفای کانتنتمون هم سنتر قرار بدیم، کاملا وسط چین میشه و این خیلی توی فرم لاگین و ساین اپ به دردمون میخوره. پس اینم یادتون بمونه. حالا من پاک میکنم برای ادامه توضیح. استرچ مورد بعدی که میاد چیکار میکنه؟ میاد آیتمای ما رو تمام ارتفاع کانتینرش رو با آیتمای ما پر میکنه. یعنی آیتمامون رو بزرگ میکنه که به بالا و پایین بچسبن. یعنی از بالا و پایین، یعنی کل ارتفاع صفحه ما رو میگیره. این هم دقیقا به خاطر اینکه ما این دوتا رو دادیم. من یه لحظه اینا رو پاک کنم شما متوجهش بشین. برای این موضوع اعمال نمیشه. و اینا رو برگردونم. مورد بعدی بیسلاینه که میاد تمام آیتمای ما رو روی یه خط پایه متنی که داخلش نوشتیم تراز میکنه. ما چون الان زیاد مشخص نمیشه، من میام متنمو تغییر میدم که بهتر متوجهش بشیم. و بعد میایم حالا یه دونه فونت هم بهشون میدیم که یه کمی با هم متفاوت تر باشن. یه دونه همینجا بهش استایل بدم. فونت سایز 24 پیکسل. به اینم میتونیم فونت سایز مثلا 18 پیکسل
که اینا با هم متفاوت باشن و ببینین که روی یه خطن، نوشته ما روی یه خطه. اگه توجه کنین من حالا چون بک‌گراند دادم بهش زیاد جالب نمایش داده نمیشه. به این صورت ببینین در صورتی که مثلا من اگه این رو همون فلکس استارت بذارم و حالا این رو تغییرش رو بخوام ببینیم میرن بالا و همشون از ابتدای ارتفاع صفحه شروع میشه، در صورتی که بیسلاین میاد نوشته ما رو تراز میکنه. خب توی بخش بعدی میرسیم به چی؟ به فلکس دایرکشن. چی به ما میگه؟ میگه که شما آیتماتو که به صورت پیش‌فرض میومد افقی قرار میداد و حالا میخواد چطوری قرار بدیم. رو اگه قرار بدیم که دقیقاً همون حالت افقی ما، یعنی افقی بودنه و بالا سمت چپ قرار میگیره، اون حالتی که بود. اما یه حالت دیگه داریم رو ریورس که میاد چیکار میکنه؟ آیتمای ما رو به صورت افقی اما برعکس قرار میده. به این صورت میگیم 1 2 3. آشا به خودتون فکر کنید که خب این آشنا شبیه به جاستیفای کانتنت ما توی حالت اندشه، ولی باید به این نکته خیلی توجه داشته باشیم که توی اون حالت ما فقط آیتما رو به سمت راست یعنی به ته خطمون می‌بردیم، ولی جاشون برعکس نمیشد، یعنی ترتیبشون دقیقاً به همون صورتی که بود قرار داشت. اما اینجا چون برعکس میشه آیتما هم از همون سمت شروع میشه، یعنی اینور از سمت چپ شروع شد، حالا که برعکس شده از سمت راست آیتمامون شروع میشه و ترتیبشون به این صورت قرار میگیره. این یه نکته که باید بهتون میگفتم. و حالتهای دیگهش این که کالم داریم ما به معنی عمودی بودن آیتما که میاد آیتما رو به این صورت میشیده و یک حالت دیگه یک حالت دیگه کالم ریورس که میاد دقیقاً برعکس اون حالت رو به ما میده به این صورت. خب مورد بعدی که میخوام بهتون بگم اوردره. اوردر ما برای اینکه بهتر متوجه بشیم اول اعدادم رو اینجا جابجا میکنم به این صورت بشه 1 3 2. اوردر اولا که باید به خود آیتم بدیش و روی خودش اعمال کنی و اینکه میای با عدد دادن بهشون ترتیبشون رو مشخص میکنی. مقدار پیش‌فرض هر کدوم 0 و وقتی ما میایم مقدار دیگه بهش، مثلا من اگه بیام اینجا استایل رو بنویسم اوردر، بیام اینجا پیش‌فرضش 0 میخوام بره عقب، خودم فکر میکنم خب یه رو بره عقب -1، پس باید دوم قرار بگیره، در صورتی که میاد آخر قرار میگیره. چرا؟ چون وقتی ما مقدار منفی میدیم به یکی از آیتمامون میاد قبل از تموم مقادیر مثبت ما قرار میگیره. پس من برای درست شدن این ترتیب این آیتما چیکار میکنم؟ میام به همشون اوردر میدم، استایل اوردر، این هم همینطور. خب به این اوردر 1، به این اوردر 2، به این اوردر 3 میدم. و الان باید ترتیبشون بزن یه بار دیگه ببینم. ببخشید به این اوردر 3 چون 3 باید 3 قرار بگیره و به این اوردر 2 میدم. میبینین که ترتیبشون درست شد. خب ما یه بخش دیگه داریم به اسم الاین سلف که شاید براتون سوال شده باشه که فرقش با الاین آیتمز چیه. خب دقیقا شبیه به اوردر که باید به خود آیتمای موجودمون بدیم، الاین سلف هم برای خود آیتمامونه. من بهتره که بیام به اینا به هر کدوم یک کلاس بدم. کلاس تو و 3
و بعد میام این استایلی که اینجا داده بودم و منتقل میکنم به اینجا. و این بخش رو هم پاک میکنیم. من اول ببینم که مشکلی نباشه. آها کلاسشو بهشون ندادم. کلاس 1 کلاس 2 و کلاس. خب باید درست شده باشه. بله. خب حالا میخواستیم چیکار کنیم؟ میخواستیم به هر کدوم براتون توضیح بدم. من الان اینجا یه الاین آیتمز دارم و فلکس اند قرار دادم مثلا. ببینیم میخوام یک کدوم از این یکی از این آیتم های من بالا قرار بگیره. مثلا دومی میام بهش الاین سلف میدم و فلکس استارت. همونطوری که میبینیم به این صورت دارم. خب توی بخش بعدی که بخش آخرمونم میشه میخوام رپ رو بهتون بگم. اول برای اینکه بتونیم بهتر نمایششون بدیم اولا اندازه هاشون 200 پیکسل میکنم. برای اینکه تعدادشون رو یکم بیشتر از حدی میکنم که صفحه ما به صورت افقی جا داره. دیگه خب نکنیم اومد ارزشو کم کرد که توی صفحه جا بشه. خب توی رپ چیه؟ میاد به ما میگه که تعیین کن که آیا عناصر داخل کانتینر وقتی که تو این حالت هست که بیشتر از چیزی که باید فضا رو میگیره توی همون خط جا بده، یعنی از ارزش کم کنه، یا بره خط بعدی وقتی جا نبود. مثلا من الان میام اینجا مینویسم فلکس که نو رپ میشه همون حالت پیش‌فرضش و زمانی که ما رپش میکنیم میاد آیتم های ما رو انتقال میده به پایین. ببینید و یه دونه دیگه داریم رپ ریورس. حالا اینجا دیدیم که 1 2 3 پشت سر هم وقتی رپ ریورس رو میزنیم به این حالت در میاد. این اول 3 رو نمایش میده، بعد 2 و بعد 1. خب دوستان امیدوارم که این ویدیو آموزشی براتون مفید بوده باشه و یه نکته این که همونطور که خودتونم میدونید برنامه نویسی و فقط با دیدن فیلم آموزشی نمیتونید یاد بگیرین و واقعا نیازه که تمرین بکنید. پیشنهاد من به شما flexboxfrog.com که سایتیه که شما مسئله ها رو با دیدن شکلش حل میکنید و خیلی بهتر میتونه بهتون آموزش بده. ممنون میشم که این ویدیوی منو لایک کنین و برای اینکه گمم نکنین سابسکرایب کنین.